بعد از گزینه شیر میرسیم به گزینه اکسپورت. اکسپورت یعنی صادر کردن، یعنی میخوایم که فایل خود را روان کنم و همگی استفاده کنم. در قدم اول در گزینه اکسپورت create PDF or XPS است. هر دوی اینها به منظور ساده ساختن فایل استفاده میشه، حجمش کم میتازه و هر جا که دوستاشون در هر کامپیوتر میتونن بازش کنن. خصوصا PDF زیاد مورد استفاده زیاده به خود داره، پس create or PDF or XPS سلکتش میگیرم و در اینجا PDF آمد. خب طبعا میگن که چطور XPS میه، پس در پایین XPS داکومنت هست، یعنی دو گزینه هست، یا PDF سیوش کنین یا XPS سیوش کنین. پس اختیار خودتان پابلش کردن میتونین. اگر اندازش دیگه کوچک میگیرین مینیمایز سایز سلکت کنین و پابلش. و فعلا کنسلش میکنم و میرم در فایل و میرم در قسمت اکسپورت چینج فایل تایپ میرم، یعنی نوعیت اسناد میخوام تغییر بدم. اگر داکومنت سلکت کنم یعنی مثل همیشه هست، یعنی سیوش کردیم مثل داکومنت سیو میشه. اگر با فایل های آفیس 2003 یا 97 الی 2003 میخوان استفاده کنین، پس از این گزینه استفاده کنین. اگر در اوپن آفیس که در ویندوز های لینکس هست یا یونیکس هست، دو اپراتینگ سیستم ها، شما میتونید فایل خود باز کنین، پس از اوپن آفیس استفاده کنین. خب در اونجا اوپن آفیس هست، مگر فایل ما به شکل اوپن داکومنت تکست سیو میشه و در لینکس باز شده میتونه. یا به شکل تمپلیت میتونین، اختیار خودتون، چون تمپلیت زیاد خواندین خودتون میفهمید که یک نمونه از فایل است که همیشه یک کاپیش گرفته میتونیم، یک لوگو ساخته میشه. پلین تکست یعنی به حیث یک نوتپد، ریچ تکست فرمت به حیث یک ورد پد، سینگل فایل وب پیج به شکل یک HTML سیوش کرده میتونین، نه به شکل یک صفحه اینترنت به صفحه اینترنت دیده میتونین. و سیو از another تایپ است، یعنی به هر نوعیتی که خودتون دوست دارین انتخاب و سیو است و این بار اختیار خودتون است، یعنی لیست ما باز میکنم و به هر نوعیتی که دوست دارین برین سیوش کنین. حتی به مایکروسافت ورد هم سیو کرده میتونین، اختیار خودتون، کار خودتون است. هر نوعیتی که نیاز است برین سیوش کنین و پرکتیس کرده میتونین. در قسمت فایل بعد از اکسپورت گزینه کلوز است، یعنی فایل فیلر میتونین کلوز کنین، بسته کنین، دنا سیو و دیگه فایل شما است میتونم کلوزش کنم. فایل کلوز یعنی مثل است که ما شما علامت X استفاده کنیم، کلوزش کنم، کلوز. خب این صورت کلوز داشتم، حالا کلوز دنا سیو و میام اینجا فایل کلوز استفاده میکنم. خب همه چیز کلوز شد، فایل ها بسته شد و حال نوبتش هست که من داکومنت حداقل داشته باشم تا گزینه بعدی رو کار کنم. خب خیر کلوز کار شد. بعدش گزینه اکانت است، یعنی در گزینه اکانت شما مایکروسافت اکانت باید داشته باشین، یعنی در MSN شما یک اکانت بسازین، بیاین در آفیس رجیستر کنین. و خوبی از این کار این است که شما هر تغییراتی که در آفیس تان میرن، در دیزاینش، در شکلش، شما همیشه وقتی که ساین این میکنن همان دیزاین به روی اسکرین تان وارد میشه. و جالبترش این است که هرگاه شما فایل تان میخواین باز کنین، خصوصا از وان درایو، باید ساین این کرده باشین. و اگه ساین این کردن یعنی فایل همیشه پیشتون است، نیاز به فلش نیست که در هر کامپیوتر فلش پرتین و بعدش کپی و پیستش کنین. خلاصه اکانت بسازین، ساین این کنین، سیوش کنین، مستقیما در اکانت سیو میشه و میتونین بازش کنین. و در این پهلو ما دیده میتونیم که آفیس ما اکتیویت هست، نیست اکتیویت و چنج پروداکت کی است، یعنی اگر خریدین از بازار پروداکت کی از خود داره، فقط تایپ و کنتینر درج کرده میتونین. خب رسیدیم به گزینه آخرین MS Word که گزینه آپشنز است که بعضی خصوصیات MS Word شما میتونید تغییر بدین. و در قسمت آپشنز ما اومد خود ویدیو بیشتر آمدیم، مثلا کستمایزر ریبن آمدیم، کویک اکسس تول بار آمدیم، بعض تغییرات وارد کردیم و گزینه هایی که خیلی مهم بود داخل خود ویدیو ها با شما تشریح شد و مورد استفاده هم قرار گرفت. پس نیاز نیست که ما کامل باتون کار کنم، چون اگر میخواستیم کار کنیم ویدیو ما خیلی دور به دراز میشه. من در خلاصه گزینه های ورد است که همیشه با شما اجازه متنوع ساختن فرامین استفاده میشه. خب این بود MS Word. امید است که فهمیده باشید. امید الله توفیق.